کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان مهلت جمع‌آوری امضا برای ثبت نام داوطلبان کرسی رئیس جمهور را برای 3 روز دیگر تمدید کرد. مهلت جمع‌آوری امضای شهروندان و طرفداران نامزدهای پیشبری گردیده تا ساعت 18:00 روز 10 اکتبر سال 2013 تمدید کرده شود. نمایندگان احزاب سیاسی در جلسه کمیسیون روز دوشنبه گفتند که بنابر مشکلات گوناگون نتوانستند 210,000 امضای لازم برای ثبت نام داوطلب را جمع آورند. حزب دموکرات و حزب کمونیست خواسته بودند که مهلت جمع‌آوری امضاها تمدید شود. انتخابات ریاست جمهوری روز 6 نوامبر صورت می‌گیرد و 7 نفر داوطلب این کرسی هستند. سرگئی ناریشکین رئیس دومای دولتی روسیه با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور را بررسی کرد. او درباره این ملاقاتش با خبرنگاران در دوشنبه صحبت کرد و همکاری ما شهلای گلخواجه هم آنجا بود. واقعا شهلا سرگئی ناریشکین درباره کارزار مهمترین سیاسی تاجیکستان یعنی انتخابات چیزی گفت؟ بله، به سوال من که آیا نظر شما به برگزاری انتخابات پرزیدنتی چیست، سرگئی ناریشکین گفت که من باوری دارم که انتخابات در فضای امن و آرام و آسوده برگزار می شود و مردم تاجیک انتخاب خودش را درست می کند و جانب روسیه به انتخاب مردم تاجیک ارج خواهد گذاشت ولی به کارزار انتخاباتی دخالت نخواهد کرد. در این سفر سرگئی ناریشکین را کنستانتین رامادانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه همراهی می‌کرد. درباره مهاجران کاری تاجیک در روسیه چه صحبت‌هایی کردند؟ با گفته سرگئی ناریشکین مسئله مهاجرت هم یکی از مسائل‌های کلیدی در صحبت با امامعلی رحمان بوده است و میگه جانب روسیه به شهروندان تاجیکستان تا 3 سال اجازه کار در قلمروی روسیه داده می‌شود. سفر ناریشکین بعد دوشنبه بعد از آن صورت گرفت که پارلمان تاجیکستان سازشنامه بحث برانگیز تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در کشور را تصویب کرد. در محکمه دادگاهی زید سعید وزیر سابق صنعت و صاحبکاری شناخته تاجیک 3 زن او را بازپرسی کردند. روز دوشنبه لطافت طاهر و فیروزه یونسووا و پروین امینова به دادرسا گفتند که اتهامات بسیار زنی علیه زید سعیدوف بی اساس است. آنها نه همزمان بلکه وقت‌های گوناگون با این صاحبکاری شناخته زندگی مشترک داشتند. وزیر سابق صنعت تاجیکستان را به بسیار زنی، رشوه‌خواری و تمجید و چند جنایت سنگین دیگر متهم می‌کنند، اما او میگوید اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد. زید سعیدوف بعد از آن دستگیر شد که گفت میخواد برای اصلاح وضع در تاجیکستان حزب نوی تأسیس دهد. و یک شرکت مخابراتی تاجیکستان از راه غیر مقرری به ترغیب خود پرداخته است. شرکت مگافون در شهرهای بزرگ کشور به کارمندان پلیس در ترغیب قاعده‌های حرکت در راه کمک میکند تا از این راه به کم شدن صدمه‌های نقلیاتی سهم بگذارد. در تاجیکستان بنابر بی‌اعتنایی به قاعده‌های حرکت در راه سالانه صدها نفر کشته و معیوب میشوند. تنها در 9 ماه همین سال در کشور 317 نفر در صدمه‌های نقلیاتی به هلاکت رسیدند. اخباری از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی، در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و توییتر و هم در تلفنی همراه شما. ملالا یوسفزای ترغیبگر معروف تحصیل دختران و حامی حقوق زن 1 سال پیش هدف تیر طالبان پاکستان قرار گرفته بود. برای اولین بار ملالا درباره تحولاتی که این حمله در حیات او به دنبال داشته است صحبت می‌کند. مصاحبه رادیوی آزادی با ملالا 9 اکتبر پخش خواهد شد.